توی این ویدیو میخوایم با هم این سه مدل تکست افکت جذاب رو توی افتر افکت درست بکنیم. ابتدا تکستمون رو انتخاب میکنیم. این فلش رو میزنیم که زیر مجموعهش برامون باز بشه. روی بخش انیمیت میزنیم و برای درست کردن این تکست انیمیشن ما نیاز به پوزیشن داریم که متن رو از چپ بیاره به راست، بلر داریم که برامون بلرش بکنه، یه روتیشن داریم که برامون بچرخونتش، یه اسکیل داریم که کوچیکش بکنه برامون و در نهایت یه اوپاسیتی که اونو برامون محوش بکنه. میام روی آیکون انیمیت کلیک میکنم و پارامترایی که نیاز دارم رو اضافه میکنم. برای مثال من پوزیشن نیاز داشتم، در مرحله بعدی اسکیل رو نیاز دارم، اما برای اضافه کردن اسکیل دیگه نمیام روی این آیکون بزنم، میام از این قسمت اد رو میزنم. اگر روی این آیکون انیمیت بزنم و مثلا اسکیل رو اضافه کنم میره توی انیماتور 2، در صورتی که ما کارمون رو این پوزیشن رو توی انیماتور 1 اد کردیم. این 2 رو پاک میکنم، 1 رو انتخاب میکنم و از قسمت اد پراپرتی اسکیل رو اضافه میکنم. دوباره میرم مثلا اپاسیتی رو اضافه میکنم، یه بار دیگه میرم بلر رو اضافه میکنم و در نهایت روتیشن. من میام تکستمو میبرم سمت چپ یا هر جایی که دلم خواست که در نهایت بیاد سر جاش قرار بگیره. یکم با اسکیل کوچیکش میکنم، کم بیشتر متن رو میبرم اون و روتیشن بهش میدم، حالا به هر جهتی، منفی مثبت. یکم بلر بهش میدم و در آخرین مرحله اوپاسیتیشو صفر میکنم. الان هیچ اتفاقی نیفتاد اگه دقت بکنید، به خاطر اینکه ما انیمیتش نکردیم. میریم تو بخش رنج سلکتور، 3 تا پارامتر داریم: استارت، اند، آفست. استارت روی 0 هست. اگر من اینو بکنم 100 میبینیم که خیلی خشک متنمون وارد میشه. اگر من به این کی فریم بدم استارت و مثلا میذارمش 2، از 0 بکنمش 100، پلی بکنم میبینیم که خیلی خشک افتر افکت داره وارد میشه، در صورتی که ما اینجا خیلی نرم واردش کردیم. چیکار کردم؟ یه سری تنظیمات داره، اونا رو باید انجام بدیم. من کی فریم اینو خاموش میکنم، میام از قسمت ادوانس شیپ رو میذارم روی رمپ آپ. اینجا به ما 2 تا پارامتر میده: ایز های و ایز لو. برای این کیسی که داریم من اینو گذاشته بودم روی 25 و دومی گذاشته بودم روی 100. حالا نمیتونیم به استارت و اندش کی فریم بدیم، میبینیم که نصفه میمونیم، 0 کمتر نمیشه. چیکار میکنیم؟ اینو میاریم روی ریست میکنیم که بیاد روی 0 و ما باید به آفستش کی فریم بدیم. روی استاپ واچ آفست کلیک میکنم، میام 2 ثانیه جلوتر، میذارمش روی 100 که اومده باشه داخل کامل متنمون. برمیگردم روی کی فریم قبلی، میبینم که نصف نیمه است. آفست از -100 تا 100، پس اینو میذارم روی -100. اگر من الان متن رو پلی بکنم میبینیم که خیلی نرم این تکست افکت برامون درست شده. بار دیگه ببینیم. خب این از این متن بعدیمون خیلی ساده است نسبت به قبلی، اما خب شما میتونید ازش استفاده بکنید توی زیرنویس پروژه هاتون و حتی متن اصلیتون. من میام این تکست رو خاموش میکنم، اینو خاموش میکنم. این متن خیلی ساده است و اگر دقت بکنید که فقط یه پوزیشنه و یه اوپاسیتی. میام توی کامپ اصلیمون دوباره مثل همون قبلی انیمیت، پوزیشن و دوباره روی اد میزنیم، پراپرتی، دفعه اوپاسیتی. من اوپاسیتی رو اول پوزیشن رو تغییر میدم، میارم پایین، بعد اوپاسیتی رو 0 میکنم. میرم توی رنج سلکتور، از قسمت ادوانس شیپ رو دوباره میذارم روی همون رمپ آپ، اما دیگه نمیام اینو بذارم روی 25، اینو بذارم روی 100. اینو میارم منفی، به صورت منفی میکنم، یعنی فاصله این دوتا رو زیاد میکنم چون اولی 0 بودن دیگه دوتاشون. اینو میذارم روی 100. حالا اگر به آفست کی فریم بدم، بیام اینجا آفست، اینو میذارم روی 100، اینو میذارم روی -100. میبینیم که خیلی تیز وارد میشه. برای که بخوایم بهتر متوجه حرفم بشین، من اینو میذارم روی -100 و 100. ایزهایی میذارم روی -100، ایزلاو رو میذارم روی 100. ببینید این که اول
خیلی نرم حرف ت وارد میشه، بعدش حرف ر. اما اگر من اینو مثل قبلی بذارم روی 25 و 100، حالا 100 هم نه، همون 0 میذارم دوتاش، ببینیم اینیم که هنوز حرف الف نشسته، ر وارد شده. تازه حرف الف اینجا نشست که دیگه کل حرفا وارد شده. پس من اینو میذارم روی منفی 50 و 100 که به ما همچین نتیجه ای رو بده. تکس افکت بعدی بیشتر برای تیترا استفاده میشه و خیلی هم ساده است. اگر دقت بکنیم اینجا صرفا یه بلر داره و یه اسکیل، همین بلر اسکیل. توی مرحله بعدی ما اومدیم یه ترکینگ اضافه کردیم و به خودش انیمیت دادیم، نه به استارت و اندی آفستش. بریم بسازیمش. دوباره مثل قبلی انیمیت، این بار فقط اسکیل و بلر رو اضافه میکنیم. اسکیل رو 0 میکنیم، اول بذاریم بلر بدیم، در حد 10-11 کافیه. من دیگه نمیام روی این قسمت اد کلیک کنم و اون چیزی که میخوام اضافه بکنم، میام توی یه انیماتور دیگه میخوام این کار رو انجام بدم و میام روی انیمیت دوباره میزنم و ترکینگ رو اضافه میکنم. ما اینجا یک ترکینگ اماونت داریم که اگر اون زیاد بکنیم این که فاصله متن زیاد میشه. اگر من بیام مثلا اینو بذارم روی 40-50 و بعد اول بذاریم من اینو خاموش بکنم که ببینیم چی کار داریم میکنیم. مثلا میذارم 40-50 و میام روی رنج سلکتورش بهش کی فریم میدم، مثلا به اندش کی فریم میدم. میبینیم که اول از اینجاها داره شروع میکنه بسته شدن تا برمیگرده به اول. خب من همچین چیزی رو نمیخوام، پس به این رنج سلکتوری که داره کی فریم نمیدم و میام از اینجا بعد از اینکه به انیماتور اولیم کی فریم دادم میام به اینم کی فریم میدم. خب اولی رو ما باید انیمیت بکنیم، میایم اینجا روشنش میکنیم. خب من میام دوباره شیپش میذارم روی رمپ اپ، ایزهایشو همون مثل اولی 25 سی و ایزلاوش رو میذارم روی 100. منتها اگر ما بیم الان با آفستش کی فریم بدیم میبینیم که مثلا از الف شروع میشه میره به ب دیگه قاعدتا، به ت دیگه قاعدتا. من میام این بیسلاینش رو از روی کاراکتر برمیدارم میذارم روی لاین، همین که اگر دقت کنین با هم دیگه کم و زیاد میشه. من اینجا دوباره با آفستش کی فریم میدم، برم سر نقطه اصلیم، آفست 100 نقطه 0 آفست 0. خب حالا به اینجا که رسید من میام به ترکینگ اماونت این انیماتور دومون یک کی فریم میدم. میام آخر، یعنی بعد از اینکه تکسم وارد شد و آفستش به 100 رسید میام اونو میذارم روی 0، همون یعنی دیفالت خودش. یه پریویو ببینیم. خب الان اشتباهی که ما کردیم اینه که اسکیل رو روی 0 نذاشتیم. خب میتونیم فاصله این دوتا کی فریم کمتر بکنیم و یکم تیزترش بکنیم. اینم از این ستاشو با هم دیگه ببینیم. خب اینم از این آموزش. امیدوارم که به کارتون خورده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. یا علی مدد، خدا نگهدار.